وزارت فوایدنامه یکی از وزارت‌های سکتوری افغانستان است که مسئولیت تطبیق پروژه‌های زیربنایی، اعمار سرک‌ها، خطوط آهن، پل‌ها، تونل‌ها، حفظ و مراقبت سرک‌ها و همچنین اعمار مساجد در امتداد شهرها و نصب علائم ترافیکی را بر عهده دارد. این وزارت مسئولیت دارد تا سرک‌های اتصالی میان ولایات و مرکز ولسوالی‌ها را جهت رشد اقتصادی کشور و فراهمسازی سهولت‌های ترانسپورتی برای مردم اعمار و بازسازی نماید. وزارت فوایدنامه در سال 1446 هجری قمری کار اعمار و بازسازی بیش از 200 پروژه را در بخش‌های اعمار سرک‌ها، پل‌ها، پلچک‌ها، خطوط آهن، حفظ و مراقبت سرک‌ها و خط آهن، برف‌پاکی، اعمار مساجد، مسئولیت سرک‌ها و تدارکات اجناس آغاز نموده است. افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزارت کې د سړکونو، پلونو، پلګټو، وسپنیزې کرښې ساتنې او څارنې، د واورو پاکولو، جوماتونو، د ترافیکي علایمو د نصبولو او د اجناسو په برخه کې د څه باندې 200 پروژو رغنیزي او ترمیماتي چارې پیل کړې. از جمله پروژه های متذکره 54 پروژه در بخش سرک ها و خط آهن، 16 پروژه در بخش مسئولیت سرک ها نصب علائم ترافیکی، 14 پروژه در بخش اعمار مساجد، 14 پروژه در بخش برف‌پاکی، 50 پروژه در بخش حفظ و مراقبت سرک ها و خطوط آهن و 54 پروژه را در بخش تدارکات و اجناس می باشد. اکنون کار شمار زیادی از این پروژه ها تکمیل شده و برخی دیگر آن به سرعت جریان دارد. همچنین در سال 1446 هجری قمری از سوی وزارت فوایدنامه سروی و مطالعات ابتدایی و امکان سنجی 1021 کیلومتر سرک تکمیل گردیده است. کار سروی توپوگرافی 350 کیلومتر سرک و دیزاین 126.5 کیلومتر سرک نیز تکمیل گردیده است و دیزاین 1395 کیلومتر سرک جریان دارد که حدود 66% پیشرفت کاری دارد. دیزاین 17 پایه پل به طول مجموعی 1069 متر و دیزاین 1234 پایه پلچک نیز تکمیل گردیده است. در جریان کار این پروژه ها برای حدود 400,000 تن از هموطنان عزیز ما زمینه کار فراهم شده است. قابل یادآوری است که با تکمیل شدن پروژه های متذکره مشکلات سفر به تمام نقاط کشور حل شده و در زمینه انتقالات اموال تجارتی و محصولات زراعتی به کشورهای منطقه و جهان سهولت‌های چشمگیری به میان خواهد آمد. وزارت فوایدنامه امارت اسلامی افغانستان به منظور توسعه سرک‌ها، خط آهن و شبکه ترانسپورتی کشور سال گذشته شماری از پروژه‌های کوچک و بزرگ را آغاز نموده بود که کار شماری از این پروژه ها تکمیل گردیده است و همچنان کار برخی از پروژه ها اکنون عملا جریان دارد. همدارنگه د هرات چشت شریف دوهم لاټ سرک 20 کیلومتر طول لري. د کار روان فعلا د پروژه د چکاري د ټولګټ وزار په ډانه کې روان دی. د کندهار سپین بولدک دوهم لاین سرک چې 9.8 کیلومتر طول لري شپږ اویا سلنه کار جریان ان شاء الله د دې کال په جریان کې به کار بشپړ شي. همدارنگه د لوګر میدان وردک ترمنځ غزیدل سرک چې 1 کیلومتر طول لري فعلا چارې روانې دي. قیصر لامان سرک دا هغه سرک دی چې د موږ شمال د هرات ولایت سره وصلوي او هغه ګم بنادر چې د شمال سره دغه د دهلیز یو برخه ده چې کار فعلا عملا جریان لري. همدارنګه د ګردې زرمت سرک 40 کیلومتر طول لري 15 چارې مخ ته تللی دي. او همدارنګه باید وایي چې د کابل کندهار پروژه چې ډیره اوږده او طولاني پروژه ده او د موږ د کندهار د کابل سره وصلوي او تقریبا هغه ولایتونه چې هغه سمت پراتی نه هلاس ولایتونه د مرکز سره او بعضی تجارتي بنادر هم د کابل سره او د نور بنادر سره وصلوي. دغه سرک د دوه طبقو اسفالټریزي په خو خلاص شوی د درېمه طبقه اسفالټریزي په یو لاسو برخو کې فعلا جریان لري او د سالنګونو د لوی لارې بیا رغونه ده چې په درې برخو کې جریان لري په شمالي جنوبي او خنجاندوشي کې. وزارت فوایدنامه به منظور جلوگیری از تخریب سرک‌ها و کنترل وسایط بربری بلندتناژ در سراسر افغانستان 65 پایه ترازو را فعال ساخته است. از این جمله ترازوها 5 پایه در سال گذشته نصب و فعال گردیده است. در این حال در قسمت کنترل وسایط باربری بلندتناژ وزارت فوایدنامه در مسیر شورای افغانستان ترازوها را فعال کرده که فعلا در حدود 65 پایه ترازو ما در مسیرهای افغانستان عملا فعال داریم. قابل یادآوری است وزارت فوایدنامه 16 پروژه به ارزش مجموعی بیش از 162 میلیون افغانی را برای نصب علائم ترافیکی، چراغ‌ها، خط اندازی سرک‌ها و نصب گاردریل‌ها در امتداد سرک‌ها در ولایات مختلف کشور قرارداد کرده است که شمار زیادی از این پروژه ها تکمیل گردیده است. هیواد بکلو را پورتا
وزارت فواید عامه در سال 1446 هجری قمری در بخش حفظ و مراقبت سرک‌ها و خط آهن کار 50 پروژه را آغاز نموده بود که شمار زیادی از این پروژه ها تکمیل گردیده و کار برخی دیگر آن با سرعت جریان دارد. در بخش حفظ مراقبت سرک ها در سال گذشته در مجموع 45 پروژه ترمیماتی به ارزش 3.1 میلیارد افغانی قرارداد شده بود که خوشبختانه از این میان 35 پروژه کارش تکمیل شده، 4 پروژه عملا تحت کار است، متباقی 6 پروژه دیگر نظر به عوامل مختلف کارش متوقف شده بود. خوشبختانه یک تعداد شده دوباره کارش شروع کردیم و عملا کار میکنیم که کار 3 یا 4 پروژه که متوقف است دوباره کار و پروژه را نیز آغاز بکنیم. از جمله پروژه های تکمیل شده میتوان از پروژه های ترمیم و بازسازی 26.8 کیلومتر سرک و دیوارهای استنادی شهرهای کابل جلال آباد، ترمیم و بازسازی پل ولسوالی شینکه ولایت زابل، کار اسفالت ریزی، بازسازی پلها و دیوارهای استنادی سرک بادغیس میمنه و همچنان ترمیم حفظ و مراقبت 106.5 کیلومتر خط آهن حیرتان مزار شریف یادآوری نمود. همچنان وزارت فواید عامه کار اعمار 14 محراب مسجد را در امتداد شهرهای کابل هرات آغاز نموده بود که 6 محراب مسجد در مسیر کابل کندهار و 8 محراب مسجد در مسیر کندهار هرات به ارزش بیش از 467.7 میلیون افغانی با سکتور خصوصی قرارداد شده و هم اکنون کار اعمار مسجدهای متذکره به شدت جریان دارد. ما در 2 سال گذشته کار 14 محراب مسجد در مسیر شهرهای کابل کندهار و کندهار هرات آغاز کرده بودیم. مسجدی که قبلا در ولسوالی دامان ولایت قندهار کارش آغاز شده بود، خوشبختانه کارش تکمیل کردیم، ان قریب رو افتتاح و بهره برداری میسپاریم و مساجدی که در 2 مسیری که من یاد کردم کابل قندهار و قندهار هرات این فعلا کارش عملا جریان داره که حد اوسط فیصدی پیشرفتی اعمار مساجد 35% است. قابل یادآوری است از میان این مساجد کار اعمار 1 محراب مسجد در ولسوالی دامان ولایت کندهار تکمیل شده که به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. افغانستان در حال حاضر در کل به شمول بندادر حیرتان، آقینه، ترغندی و خواف هرات 396 کیلومتر خطوط آهن دارد که از این خطوط با کشورهای ازبکستان، ایران و ترکمنستان به شکل مستقیم انتقالات انجام می‌دهد و به طور غیر مستقیم این انتقالات ریلی تا کشورهای چین، ترکیه، روسیه و قزاقستان نیز می‌رسد. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان علاوه بر آغاز کارهای ساختمانی شماری از پروژه‌ها در بخش خطوط آهن چندین تفاهم‌نامه را نیز امضا کرده است. در سفری که جناب معین صاحب خطاً به کشور ازبکستان داشتن هم تفاهمنامه 4 جانبه کوریدور اقتصادی میان افغانستان و چین بر 1 سال دیگه تمدید شد که ما انتقالات از چین به کشورهای 2 کشور دیگه که عبور میکنه به افغانستان داشته باشیم که در سال گذشته بیشتر از 10,000 کانتینر از این مسیر انتقالات داشتیم. این سال هم این تفاهمنامه‌اش تمدید شده تا ما بتونیم سهولت بر هموطنان عزیز ما به خصوص بر تجار ملی بیاریم. در سال گذشته از طریق 4 بندر یعنی حیرتان، آقینه، ترغندی و خواف هرات حدود 4.4 میلیون متریک تن انتقالات صورت گرفته است. در مجموع در سال 1403 حدود 4.4 میلیون تن انتقالات از 4 بندر افغانستان که حیرتان است، آقینه است، ترغندی و روزنک صورت گرفته از طریق خط آهن که بر علاوه از این که یک سهولت است برای افغانستان برای رشد تجارت و ترانزیت، این عواید افغانستان هم بالا برده و ما الحمدلله در سال گذشته حدود 6% افزایش انتقالات داشتیم از طریق خط آهن. قابل یادآوری است که وزارت فواید عامه سهولت‌های لازم را برای انتقالات مسئول اموال تجارتی به تجاران فراهم نموده، شرایط امن را در بخش فعالیت‌ها و سیستم‌های خط آهن ایجاد نموده است.